گیرید همسایه از این شیرینی ها گیرید؟ مایلش همسایه جان. همسایه جان. دیوانه کن اقدارم یکرم میخشره. بولیشتاش گودار پر نکردید نه؟ پر گیرید نمی من به معقول همسایه. این پسوده هاتون کجا گرفتید؟ چی بود که؟ اینها امات موندگی ویروس من خسروهاش گرفتم. نقصش گرید نمی پسوده های من به چی شده است؟ اینقدر هم چیزهای خانه ما به ایراد گرفتید همسایه دیگر گپ نیست می؟ دخترتان نقص می؟ ای ها نگوید دخترم نقص گوید خدا به شکر شوهر کرد ای مبارک شود رحمت کار برفت است دخترم از طرفی کارخانهش خارجه برفته آمد کریر کرد است می؟ ها کارای خانه همش قیسینش خودش میکند ای دختری من کو السلام علیکم خوش آمدید علیکم السلام بجان جان من خودم میریزم خوش دست بجان البته چی خورو پختمانم کلین جان شما درستان به دیر نکنید روید من خودم خوراک پخته میمونم احتیاط شده روید کلین جان خوب شده است بجان رحمت اینقدر کلین و مهربان شما توبه آی کلی نه ساقبید این خیلی چیزه که خواهد کردم با نمونه یک روز نه یک روز سرطان به بلا نشود با ای همسایه برای چی ما کلینم به سخت ایستم اوبای هم دختر یک کس با ما باور کرده دادگی کلینی من دانشگاه به ختم کننده امتحان دارن کار دیپلمیشون هست آخر مونده میشوم هم من به نگاه میکنم هم پسرم به نگاه میکنم آخر من روزی دراز خانه بمیشینم یک کاری از دستم آمدگی به یاردم کنم هیچ گپ نه کلینم یک روز صاحب دیپلم شود آبروی ما همسایه آخر ما هم وقتش به کلین بودیم دختر شما کار کنه سفرهای خارجه برود کریر کند خرسند شده گپ میزنید شما به معقول ثانی کلین من یک دست برفتگیش به همین قدر گپ میزنید می کلین من هم فرزند یک کس اینه فراموش نکنید همسایه کلین ما گپ نزنید توبه کردم مایلش همسایه جان من رفتم میشیشتید بود؟ رحمت مایلش مایلش